سلام بچه‌ها، من اومدم با یک ویدیو دیگه. خب من اومدم امروز به شما یاد بدم که چجوری ماشین بخریم. اول میایم تو نقشه. الان من با مایکلم. مایکل دقیقا اینه که جای گاراژش اینجاه. حالا یارا دیگه هم ترور و فرانکلین جای گاراژشون اینجاه. خب ما اول میایم اینجا رو میخریم، این گاراژ رو که من خریدم الان. و 4 تا ماشین میتونید توش بذارید. 4 تا ماشین میتونید توش بذارید. 4 تا ماشین میتونید. 4 تا. وقتی هم که میخوایم ماشین هم بخریم باید بریم توی یکی از این سایت ها که اینه. ناموسن؟ یکی از این ماشین ها رو میتونیم بخریم. من مثلا اینو میخوام بخرم. این رنگش رو انتخاب میکنم و گزینه خرید رو میزنم. $725,000 از پولام کم شد. اوه چیزی کمارم بود شکر. و الان پیامکش میاد. الان پیامکش اومد. خب من الان میرم تو گاراژ که ببینم ماشین اومده یا نه. $2,000 years later. خب تا ویدیوی بعد خدا نگهدار.